روز 7 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه راننده автомашини تمغه تویوتا یلدوشف شادمان سال تولدش 1989 ساکن نویه شهر توز هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت نویه شهر توز در روی ماشینگرد نویه دوستی از اوده دوره واسطه نقلیات نبر آمده به سمت مقابل رو بر آمده автомашین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل автомашین اش دولت و اوی بلند سال تولدش 1976 ساکن نویه ناصر خسرو رشید و خوزیفا سال تولدش 1972 ساکن نویه قبادیان و کوچکار و سروینوز سال تولدش 1985 ساکن نویه شهرتوز جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند، اما کوچکار و در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 6 آگوست سال 2023 تخمین ساعت 21:10 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا نمازوف عوض سال تولدش 1964 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت در حدود جماعت دیهات نظرف نویه مذکور از اوده دوره واسطه نقلیات نبر آمده به قسمت پایان درخت توت برخورده است. در نتیجه خود راننده نمازوف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران داخل автомашین مذکور شهروندان کریموف رحمان علی سال تولدش 1962 و اودینایف آرزو سال تولدش 1993 ساکنان امین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. 6 آگوست سال 2023 تخمین ساعت 21:00 دقیقه راننده автомашین تمغه وز محمد علیف سید ولی سال تولدش 1989 ساکن نویه دنغره در حالت مستی به حجت رانندگی автомашین سیولیف دلوور سال تولدش 1994 ساکن امین نویه رو با روزگی صاحب ملک اداره نموده هنگام حرکت از سمت مرکز نویه دنغره به سمت دیهه ملیکوه واقع در جماعت دیهات کوریج از اوده دوره واسطه نقلیات نبر آمده به کنار راست راه بر آمده است و به درخت هرچه برخورده است. سپس автомашین را چپ نموده است. در نتیجه سید ولیف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافر داخل автомашین مذکور دولت شایف سید کرم سال تولدش 1992 ساکن امین نویه و خود راننده محمد علیف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. و بین حادثه تحقیقات ادامه دارد.